شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 23. نویسنده را با زبانی پرقوت، پایهای استوار و دندانهای مستحکم بیباید، برای آن که در دیده و شنیده و خوانده هایش دروغ را از راست، طلا را از پولکچه ها، غله را از کاهریزه ها فرق کرده تواند. او را خرد و دانش هم می باید. انسان خرد و دانش نداشته باشد، به چشم خود نیز اعتماد بسته نمی تواند. چند نفر کوهستانی بی سواد که یگان بار طلا را ندیدند، صندوقی وزنی یافتند. آنها گمان کردند مادام که وزنین از طلاست، برای دریافت بین خود جنگیدند و یک دیگر را زده کشتند. بعد معلوم شد است که صندوق از مس ساخته شده است. استعداد آتش است، ولی آتش به دست دیوانه افتاده همه جا را سوخته خاکستر می گرداند. خرد آتش را اداره می کند. خرد حتی حسن را بر کمند می گیرد، مثل اینکه سواری کار آزموده اسب سرکش را زین می زند. مردی کوهستانی را سوال کردند چهره زیبا را می گیری یا خرد پیری را؟ آن نادان چهره جوان زیبا را انتخاب کرد و به نادانی خویش ماند. عروس نادان زیبا را ترک گفت و رفت. شخص دانا خرد را انتخاب کرد و به شرافت خرد زن را در نزد خود نگاه داشت. در افسانه همچنین است. برای زین اسب آبی صنم صاحب جمال را آن شنونیده توانست که خرد را انتخاب کرده بود. در افسانه ها این چنین قصه 3 برادر، 3 راه و 3 نصیحت خردمندانه هست. کسی که این نصیحت ها را گوش داد به وطن برگشت و آن که گوش نکرد در غریبی جان بداد. ایا ماهی طلایی من، مرا استعداد، کوشش و غیرت، دلی پاک و پرحرارت جوانی و خردی سالمی پیری ببخش. امداد بینما تا راه درست انتخاب بکنم. بگذار این را سنگلاخ، نشیب و فراز خطرناک باشد، ولی نمیخواهم در این راه مانند مار به هر سو پیچ و تاب خورم. چرا ماران کج و کلیبند؟ سؤال میکنند مردم کوهستان و خود جواب میگوید برای آن که سوراخی و راغ‌های خزیده میگذشته مارها کج و کلیبند. آخر من آدمم نه مار. من بلندی، صافی و بی‌غباری را میپرستم، راه راست را میپسندم. مرا از درد و ترس، از بار گران شهرت و از فکرهای سبک نگه دار. مرا از مستی نگه دار، زیرا که در مستی چیزی خوب به نظر کس از بودش 100 بار بهتر و خوبتر بینماید. مرا چون احساس حقیقت شناسی ببخش تا کج را کج و راست را راست بگویم. زیباست جهان بگفته یک شاعری شاد، در صبح حیات از جهان پرغم رفت. یک شاعر ثانی ز فناخانه در با نام بلند جاودانی بگذشت. هر چیز که بد بود بدش بنامید، هر چی که نکو نکو ثناخوانش گشت. کوهستانی به گاوش گوشوارا ویخته است تا گاو خود مال خود را از بیگانه ها فرق بکند. کوهستانی دیگری به گردن اسبش زنگولچه بسته است تا اسب خود را از بین اسبان همسایه شناسد. اما چه چابک سوار است آن که سمند خویش را شبانه از دور نمی شناسد. اینک کتاب من. نمی خواهم به گوش و گردنش گوشواره و زنگولچه آویزم. من آن را با کتاب‌های دیگر، خواه از آن خودم باشد خواه از آن کسی دیگر، اشتباه نمی کنم. بگذار آدمان نیز اشتباه نکنند. هر آن کس که کتاب مرا میخواند
اگر حتی مقاوی آن کنده باشد هم بگذار، فوراً بگوید این کتاب را رسول پسر غمزه صدقی نوشته است. میگویند شجاعت نمیپرسد که سری شخ بلند است یا نه. شک و شبهه، کتاب ها خط نشیبی و فراز، ره گذشته های من، ره روان، ره نیاز. قدم زدم به قله های سرفراز، بخورده گاه پیش پا پریدم به ژرف آز. کتاب ها شکوه و فتح خونسریشت، کجاست آگه آدمی چرو به قله می رود، که او به اوج اعتبار روان است یا مگر سری عزیز در کنار به کام قهر می رود. گوناگون زبان و گوناگون رنگ است داغستان، عرف و عادتهای گوناگون دارند خلقهای آن. از وجه یک آدم به من نویسنده‌ای تاد خیزگیل ابشالوموف حکایت کرده بود. اگر در عائله فرزند نشود، شوهر به میان فوطه‌ای پشمین بسته می گشت تا خداوند او را از بین ساکنان دیگری کوهستان زود فرق بکند. آن مرد به درگاه پروردگار ناله و التجا می آورد: خداوندا، این بنده بیچارت را ناامید نکن، پسر بیده. آنهایی که فرزندانشان فقط دختر می شد، این چنین کسانی که فرزندانشان ناشد کلاکور گون شل و دیوانه می روید، چنین فوطه بسته می گشتند. مرد کوهستانی این خیل فوطه را به میان بسته امید و ایمان داشت که خداوند دفعه دیگر به وی پسرچه سالم و شدنی می دهد و از او چابک سوار جسوری می براید. اینک من در شبه افتادم آیا من نیز مثل تاتها که به سالمی فرزند آیندهشان شک آورده فوطه بسته می کردند رفتار بکنم؟ آیا کتاب نوی من چون پسر چون چابک سوار می روید یا با فرزندی کجوکوز کر و گنگ مانند می شود؟ در واقع به نظری هر یک مادر فرزندش از همه زیبا می نماید. مادران نقصانهای طفل خود را هم می بینند و هم نمی بینند. مبادا کتاب من نیز چنین براید. می ترسم، قلم در دستم می لرزد، شک و شبه عذابم می دهد. آیا من گربه را عقاب پینداشته به نشان نمی گیرم؟ آیا من خر را سمن پینداشته زین نمی کنم؟ آیا من بالای خانه را به درازی خانه بندی نمی شوم؟ چنان که از اهلچینی ها بار همین طور کردنی شدن، ولی عقلشان نرسیده است که بالار را به درازی خانه نه بلکه به کندلنگیش گذارد. آیا من به قلعه انده هجوم نمی آورم چنان که به نظر یک خاری کالانی می نمود و حالان که خود در نزد آتشدان می نشست؟ در عرفی به اتمام رسانیدن کتاب کس خود را به قصاب شبه می کند که گوسفند را کله و پاچه کرده به دومش می رسد و همین دم کارد می شکند. آیا کتاب را به نقطه تمت رسانیده می توانم و این چی حاصل می شده باشد؟ آیا من از قعر بحر صدفی خالی را برون می آورم یا که از درون آن دوری خوشابه می براید؟ طوفان می تواند شاخه ها و حتی تنه درخت را بشکند، اما بهاران ریشه آن سبز شده شاخ و برگ می براید و درخت نوی به وایه می رسد. ولی اگر اندرون درخت کرم پیدا شود و ریشه آن را خورد، دیگر علاج نیست، درخت نابود می گردد. آدمیزاد هم چنین است. زخم بیرونی و حتی استخوان شکسته زود به هم می آید، اما دردی که در مغز بدن پیدا شده اوج می گیرد ناگزیر با مرگ می انجامد. آیا کتاب من سالم است؟ ریشش مستحکم به قوت است؟ کتاب من مانند پسری به وای رسیده من است، بونه به او تنگی می کند.
وقتی رسیده است که او را براه اندازم، بین مردم فریستم، به جهان بزرگ برارم. در راه او را چیسان استقبال می کرده باشند، سرزنش می کنندش یا نوازش، اشکمش را سیر کرده می خوابانند یا از دم آستانه می رانند. این طرفش اکنون به من وابسته نیست. قصه شد ایجاد قالی بافته، لیک از تعریف حالا رم کنید. خوب سنجیده گلی آن، حجم آن، رشته آویزه آن را کنید. قصه انجامید کشتی نوبهار، یافت پایان خاک دوچین کشته ها. سرسری جویک رو و سنجیده بین، کار ناخورده است بعضی پشته ها. کتاب را چون قالی تیار گستردم تا مردم باری نخست همه جایش را به یک بار ببینند. من برای آن بسیار ره‌های نادرست، گل‌های نامفهوم، نقشه‌های نامعلوم می‌بینم. آرایشش گاه ناروشن، مبهم است، ولی این خطاها را دیگر اصلاح نمی‌توان کرد. قالی از دست برآمد. برای اصلاح جزئیات تار و پودی قالی را جدا کردن لازم. کتابم مثل بازگشت از راه دوری دشوار به اول است. من 2 سال باز در خانه نبودم. مدتی 2 سال ساکنان اول، همسایه ها، یار و آشناها، پیر و برنا در خصوص من خبری نشنیدند. اینک من به کنار دیه رسیده از اسب می فرایم و از لجام آن داشته آهسته آهسته قدم می زنم. چراغکی را که گوهستان دختر راهی مرا روشن کند گویا نزدی تیریزه گذاشته بود. اکنون 1 سو گرفته ماندن ممکن. من به خانه خیش بر می گردم. السلام علیکم هم دیاران عزیز. من از مسافرت 2 ساله بر می گردم. در ظرف این 2 سال اسب پیر شد، سفیدی های سری من هم زیاد گشت. من از لجام اسب داشته قدقدی کوچه اول قدم می زنم و به همه آنهایی که مرا پیشواز می گیرند می گویم السلام علیکم مردم. و علیکم السلام رسول غمزت زاده. سفر چخیل گذشت؟ مانده نشدی؟ پس اندازت چیست؟ چشمهای خورجینت از چی پر است؟ میخواستم به آدمان بگویم که من به آنها کتابی نوی آوردم، اما کتاب چیزی است که آن را هیچگاه از دست به دست تاکنان اول یا با کسان دیگری دادن ممکن نیست. کتاب اولا به دست ناشر میافتد و تقدیرش را او حل میکند. ناشر کتاب را از من قبول کرده، به دست برداشته وزنش را سنجید، این سو آن سویش را گردانیده دید، ورق زد. اول صحیفه 1 را گشاده نگریست، بعد 1 باره صحیفه 70، سپس صحیفه آخرین را، پس آن را 1 سو گذاشت. شاید کتابت خوب باشد، لیکن نقشه های امساله و سال آینده ما کیها تخت و تصدیق شده‌اند. کتابی تو در نقشه های ما نیست، در نقشه خودی من هم نبود، 1 باره پیدا شد. اکنون من این را چی کنم؟ طلبنامه ایجادی نویس. میبینیم مصلحت میکنیم یکان کار میشده است. به پلن سال آینده داخل میکنیم. سال آینده همین وقت یا خودت بیا یا تلفن بکن. مکتوبی ابوطالب به نشریات. محترم نشریات داغستان، من شاعر خلقی شما، اعضای عضو ریاست شورای عالی داغستان، نفقه خوری شخصی. این سال من به 85 می درایم. میدانم که اگر به من فلاکت روی دهد و از عالم چشم پوشم، شما قرار میکنید که منتخب 2 جلده من برآورده شود. خواهشمندم که به جای آن 2 جلد بعد سرم می برآورده آن حاضر در وقت زندگیم 1 کتابم را برآورد. با سلام، ابوطالب. این از جمله عریضه های آرامانه و خیرخواهانه است. عریضه های می شوند که در آنها شکایت می کنند. عریضه های می شوند که در آنها لعنت می خوانند. عریضه های می شوند که در آنها خوشامد می زنند. عریضه های فریاد آمیز و خطابکارانه هم می شوند. عریضه های دهشتناکترین آنه که به ناشران می نویسند. همان که از بالای ناشران می نویسند، اما وضعیت ناشر را هم فهمیدن در کار. اگر کرسی 1 کس باشد، به آن نشستنی 3 یا 4 نفر ممکن نیست. 2 آدم شیند هم ناراحت می شود، خصوصا که مدتی زیاد شیند. یکی می گوید برای چی کتاب احمد را چاپ می کنید و از آنی مرا چاپ کردن نمی خواهید؟ من از وی چی ماندنی دارم؟ دیگری فریاد می زند کتاب من از همه کتاب های سالهای آخر نشر کرده اتان بهتر است. چرا نام مرا باز به نقشه داخل نکردی؟
لیکن من با ناشران جنجال کردن نمیخواهم. من صبر میکنم. میدونم که به ناشران دائم کاغذ نمیرسد. کاغذ کجا میرود؟ آن را نویسنده ها سیاه میکنند که من نیز از آن جمله ام. چرا جنجال بکنم؟ درست است که بعضا در برابری سیاه گشتن کاغذ چیزهای آفریده میشوند که بعد سر نویسنده هم ناشر هم بقادار خواهند ماند. آکاش برای کاغذ پاره چونین سخنان من ثبت میشدند که از آنها کاغذ چون از آب حیات جان گرفته باز با درخت سبز و خرم که یک وقتا کاغذ کرده بودند تبدیل می‌یافت. نه، من با ناشر جنجال کردن نمیخواهم. من به او آرامانه میگویم شما میان من و هم اولانم، میان من و خوانندگان مسکویم، میان من و خوانندگانم از شهرهای دیگر میایستید. آخر شما میان روی ما، حلقه پیوند زنجیری ما. خیر، لطف فرمایید، التماس میکنم کمک رسانید که دستانم به هم رسند و ما دوستانه واخوری کنیم. خواهشمندم مرحمت بکنید. ناشر التماس و التجاهای مرا قبول میکند و من همان لحظه به دست محرر میافتم. محرر اختصار کرده شود. به در او این سخنان ثبت است. ناشر گفته بود بعد 1 سال درا. محرر 3 هفته مهلت تعیین کرد. به این مهلت من حتی شاد شدم. فرصت هست که به شما 3 قصه چرا حکایه بکنم. قصه محرر را از تریزه هوا دادن. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفوه. پایان گفتار 23